12 سال پیش شرکت ولوو با همکاری بازیگری که ما تو ایران به اسم فرانکی میشناختیمش تیزری ساخت که تمام جوایز اون سال رو درو کرد. سال 2013 ولوو میخواست قدرت فرمانپذیری بالای کامیوناشو با یک ویدیو نشون بده. آژانس تبلیغاتی فورسمن اند بودن فورس که وظیفه تولید این ویدیو رو داشت، یک ایده دیوانه‌وار به سرش زد. اونا میخواستن ژان کلود وندام بین دو کامیون در حال حرکت اسپلیت بزنه. اونم نه حرکت عادی، حرکت دندعقب کامیونا که فرمانپذیریشون رو حسابی به رخ رقبا بکشن. بذارید از همین اول خیالتون رو راحت کنم. تو این ویدیو به جز یه مقدار خیلی کم که جلوتر توضیح میدم از VFX استفاده نشد و همه چیز واقعا فیلم برداری شده. مهندسای ولوو، ژان کلود وندام، راننده‌های دو کامیون و تیم تولید 5 ماه برای ضبط این ویدیو تمرین کردن. برای لوکیشن فیلم برداری فرودگاه تازه ساخته شده سویدد ریل اسپانیا که آسفالت صافی داشت رو انتخاب کردن. برای فیلم برداری از دوربین آری الکسا روی ماشینایی که کرین روش نصب میشه استفاده کردن. کارگردان آندرس نیلسون می‌خواست که این ویدیو دقیقاً صبح زود تو گلدن تایم و اونم بدون کات ضبط بشه. پس اونا کلاً یه ربع زمان برای فیلم برداری داشتن که گلدن تایم رو از دست ندن. روی آینه بغلای دو کامیون 2 سکوی خیلی کوچیک طراحی شده بود که وندام پاهاشو اونجا بذاره و فقط چند کابل محافظ به بدنش وصل بود که اگه اتفاقی افتاد از جونش محافظت کنه. روز فیلم برداری رسید. 2 راننده کامیون که بعدها قهرمانای واقعی این ویدیو شناخته شدن با سرعت کاملا یک نواخت، اونم دندعقب حرکت کردن و ژان کلود وندام حرکت اسپلیت رو اجرا کرد. اونا فقط با یک برداشت به هدفشون رسیدن. آژانس دمیل که خودش یکی از غولای تبلیغاته فقط کار اصلاح رنگ و نور این ویدیو رو انجام داد و رفله‌های نور خورشید روی کامیونا رو هم اونا اضافه کردن و توی بخش VFX هم شرکت سوئیس کابلا رو حذف کرد. جالبه بدونید ترک اونلی تایم از انیا که آرامش شاعرانه‌ای به این ویدیو داده اصلا برای این تبلیغ نوشته نشده بود و تو مرحله تدوین به ویدیو اضافه شد. اون سال یعنی سال 2013 میشه گفت تمام دنیا این ویدیو رو دیدن و تمام جوایز تبلیغاتی سال 2014 رو مال خودش کرد. تبدیل به میم شد و هزاران ویدیو با ژانرهای مختلف شبیهش ساخته شد. بعدا شرکت ولوو اعلام کرد که بعد از پخش این تیزر فروشش 23% افزایش پیدا کرد. به این میگن یه ایده فوق‌العاده با یک اجرای بی‌نقص.